دوستان سلام. امروز اومدیم اینو براتون مونتاژ کنیم. اول دمونتاژش میکنیم که ببینید به چه شکل باز میشه. این اصلا با کامپوزیت ساخته شده. اجازه بدید به برقم بزنم ببینید. با کامپوزیت ساخته شده و از روش جوش کامپوزیت استفاده شده. اینو اصلا با چسب نمیشه اجرا کرد. دوستانی که میگن ما جوش کامپوزیت میزنیم و از این حرفا واقعا کلاشیه، دروغه. بریم با هم دیگه ببینیم. ببینید از بغل ببینید این کارو. این کار با چکمه لوبیایی اجرا شده. به این صورت من قطعه به قطعه باز میکنم. این مرحله اول بود. مرحله دوم این قسمت رو جدا میکنید. مرحله سوم باید نمای کار رو برداریم که به دلیل اینکه من اول چند تا پین داره این بالا آزاد کنم، چون چکمه لوبیاییش خیلی زیاده یه ذره سخت جدا میشه این قسمتش. همین سادگی. هم قسمت بعد کاره. این قسمت ها جوش شده یا معلوم باشه توی دوربین. قسمت آخرم این قسمت صفحه پشت کار جدا میشه. اینو دیگه باز نمی کنم چون از داخل پیچ شده. به این صورت ببینید چکمه‌ای به این میگن. این هم لوبیاییه. خب بریم با هم دیگه اسمبل شدنش هم ببینیم که من مجدد تمام قطعات رو با هم دیگه وصل میکنم که سادگی کار رو ببینید. سادگی کار مساویه با پیچیدگی طراحی. ما سعی میکنیم همیشه توی طراحیامون اجرا رو راحت کنیم. اجرا چون زمان بره همیشه باید بیشتر دقت شه بهش. همه اینا مستلزم اینه که زمان بیشتری بذارید روی طراحی. شاید چند روزی طول کشیده طراحی این کار تکمیل شده، ولی خب ما سعی میکنیم تمام چالش‌های کار رو توی همون طراحی ازش بگذریم. یعنی اینطوری نیستش که ما یه کاری رو طراحی کنیم و به مشکل بخوره. خدا رو شکر همیشه تمام چالش‌ها و سختی‌های کار رو توی طراحی رفع میکنیم. صدا رو گوش کنیم مشخصه کار چقدر خفنه. این تا اینجای کار. قسمت بعد این نگه دارنده بالای استنده و در نهایت قطعه اصلی استند. این استند رو برای همه چی میشه استفاده کرد، بسته به اون کاراییه که شما میخواید ازش بکشید. خیلی چیزا رو میشه باهاش به نمایش گذاشت. و تمام. خدمت شما. همونطور که گفتم این کار فقط با جوش کامپوزیت میشه اجرا شه. اصلا با چسب نمیشه این کار انجام داد. خدمتتون دیگه. خدا نگهدارتون باشه تا یه کار جدید دارم براتون میزنم. ایشالله اونم براتون پست میکنم چند وقت دیگه. یه مکانیزم فوق العاده پیچیده داره. شاید ماهاست دارم روش فکر میکنم، ولی خب به زودی انجامش میدیم حتما.
هم خدمت شما.